شمال سخت 7 می در ناحیه وخش ناوه‌های بیتانی را بر بالای 3 نورس افکند. 2 نفر از آنها فوتیدند و 1 نفر دیگر در شفاخانه حالت وزنین دارد. تایم استوکو البته سوداگی داشتم شمال چپا کردند اسپید نکردند مقصد گرفتند این دکاس هیچ جخید از دعوت حکم رستمی 12 ساله و محمد علی 15 ساله در زمین‌های دهه‌ای بوستان چاروا بانی می‌کردند. با گمان ساکنان پیش این ناوه‌ها جای بازی آنها بوده است و با برخستن شمال سخت نتوانستند از ناوه‌های افتنده نجات یابند. شمال باران ساشیدگی همونجا خودشان پای همون بتونا با وجا کردن شدگی که همون چیزا شمالش عبدالسعید سعید بیکوف پسرش محمد علی را دیروز آخرین بار پیش همین دروازه ملاقات کرد. 3:30 به 4 وقتی که شمال است همین برمد سرشتن شمال یکی برمدم برو میرم میگردم میام تمام جام رفیق رفتم. دکاندار دهه عبدالسعید را از فاجعه خبر داد. خدمت خلیزانک تراکتور گوش کردم و خدمت اتایجا کشتم. تاگیلات بودم؟ تاگیلات. خانه والدین رستم فوتیده دوم نیز از آن روز ماتم کده است. نزدیکانش به سبب حالت بدی روانی نتوانستند با ما صحبت کنند. به قول ساکنان دهه بوستان ناحیه وخش باد سخت تخمیناً ساعتهای 4 روز وزیده با علاوه به بارشات شدید و زمین و خانه مردم نیز ضرر رسانیده است. مردم حالا تنوکه های از بام پریده را از هر جا جمع می آورند.